سلام دوستان، با کانال نکتاب خوش آمده. شاید شنیده باشید که میگویند بهترین راه انجام هر کار راه آسان‌تری آن است. اما بین راه آسان و راه احمقانه فرقیت زیاد است. بعضی راه‌ها و ایده‌ها خیلی احمقانه به نظر می‌رسند، اما می‌توانند مشکل ما را حل کنند. در این ویدیو ایده‌های احمقانه ولی جالب را به شما نشان می‌دهیم. اینک دوستان عزیز، شرکت ازیا مارکت با شما تریبولسو 3-1 رو پیشنهاد می‌نماید که این دارو شفابخش از عسل تازه و یک قطار علف‌های گیاهی تیار کرده شده است که با استعمال نمودن این دارو ارگانیسم شما باقوت می‌شود و از مشکل‌های خانه‌داری شما را خلاص می‌کند و گذشته از این ایمونیتت شما را قوی گردانیده زندگی شما را رنگ دیگر می‌بخشد. نگفته نماند که این دارو گیاهی بوده مخصوصاً برای خنک‌داشتگی‌ها به‌نهایت قلای است. با رقم‌های در روی اکران بوده زنگ زنید و از نام کانال نکتاب سلام رسانید. سیفون ملی. شاید شما ورزشکارانی را که یک جایه یک حرکت ورزشی را انجام می‌دهند دیدید، اما حالا یک جایه کشیدن سیفون را می‌بینیم. سال 2012 شهردار شهر بولاوی در کشور زیمبابوه به شهروندانش دستور داده بود که 2 روز در هفته 1 ساعت مخصوص سیفون توالت را بکشند تا از محکم شدن قبورهای آبی پرتو پیشگیری کنند. آن زمان قبورهای پرتو شهر بولاوی به مشکل دچار آمده بود و دائما محکم می‌شدند. معلوم شد که سبب آن خشک شدن قبورها بوده است و به همین خاطر مدیر شهر این ایده احمقانه را به شهروندانش رسانید که همه با هم در یک وقت آبی حاجتخانه را کشند. و عجیبش این است که این کار مشکل را حل کرد و ساکنان شهر از محکم شوی قبورها و بوی بدی آن دیگر شکایت نداشتند. چیپس. اگر در حالت قرار گرفتید که هیچ چیز برای آتش روشن کردن نداشتید، پس این قسم برای شماست. بعضا درباره جنگ جهانی سوم یا پایان جهان سخن می رود و میگویند که آدمان به حالت اوله برمیگردند و همه تکنولوژی نابود می شود. در این حالت ما برای انجام دادن کارهایمان به مثل زمانهای قبل از تاریخ عمل میکنیم. در آن وقت به آتش نیاز دارید. اگر سوزشواری یا هیزم ندارید، برای روشن کردن آتش می توانید از چیپس استفاده کنید. کربوهیدرات و روغن زیادی چیپس باعث می شود که زود آتش گیرد و به مدت زیاد می سوزد. فرقی هم ندارد که چیپس شور باشد یا چیپس تیز، چون که هر دویش هم زود می سوزد. حیله استیو جابز. سال 1980 وقتی کامپیوتر اپل تیوی اختراع شد، نارسایی‌های زیادی داشت. مثلا وقتی کار با کامپیوتر قسم‌های داخلی آن گرم می‌شد و بجا می‌شد. استیو جابز هم نمی‌خواست که از قسم‌های آوازدار در کامپیوترش استفاده برد. به همین خاطر یک راه ساده ولی احمقانه را به مردم نشان داد. راهش این بود که وقتی کامپیوتر گرم می‌شود، آن را 7-8 سانتی متر بالا برداشته بر روی میز پرتاید و قسم‌های جدا شده‌اش به جایشان برمیگردند. جالبش این است که این کار جابز نتیجه داد و شاید به همین خاطر است که وقتی پولت تلویزیون کار نمی کند، پدران آنها را به در یا دیوار می زنند. پلیسوس و آتش. زنها نسبت اسباب انجامی خانه خیلی حساس هستند و اگر آنها را ویران کنید پس روزتان را سیاه خواهند کرد. این مرد هم وقتی برای خاموش کردن آتش خواست از پلیسوس استفاده کند، زنش برای او دندان تیز کرده بود. اما باید بدانیم که با کشیدن شعله‌های آتش به درون پلیسوس میتوان آتش را خاموش کرد. جادوگران شب. بین سالهای 1942 تا 1945 گروهی از خلبان‌های زن در ارتش شوروی که وظیفه آنها هدایت کردن هواپیماهای مخصوص برای بمباران کردن بود، خیلی معروف شده بودند. با آنها لقب وحشت آسمان‌ها داده بودند و آنها را با نام جادوگران شب هم می‌شناختند. وظیفه آنها بمباران کردن گرمانیا بود. هواپیماهای این گروه کوچک و کم سرعت بودند و فقط 2 دانه بمب در آنها جای می‌گرفت. نیروهای ضد هوایی آلمان به آسانی می‌توانستند این هواپیماها را در آلمان نابود کنند و به همین خاطر آنها از یک حیله خاص استفاده می‌کردند تا با واسطه این نیروها شناخته نشوند. وقتی هواپیمای جادوگران شب به محل عملیات نزدیک میشد، خلبان موتور هواپیما را خاموش میکرد تا از صدای آن کسی آمدنشان را نفهمد. همین خیل تا جای لازمه هواپیما پایان میفرامد و بعد موتور را به کار درآورده بمب‌ها ها را میپرتافت و میگریخت. این کار خیلی خطرناک بود و خلبان با این کار با جانش بازی میکرد. ولی از آن سببی که خطر خاموش کردن موتور از خطر حمله نیروهای آلمان کمتر بود، آنها این ریسک خطرناک را میکردند. درمان سیفیلیس. در اولهای قرن 20 طبیب و روحشناس با نام جولیوس وگنر جورج یک راه درمان عجیب را برای سیفیلیس پیشنهاد کرد.
آن زمان سیفیلیس پهن شده بود و سبب مرگ بیماران میشد و هیچ راهی درمانی نداشت. اما طبیبان فهمیده بودند که تسبیح بلند و تمپراتور بالای ارگانیسم سبب شده است که بسیاری بیماران شفا یابند. وگنر با توجه به این توسط بیماری مالاریا بیماران را درمان کرد. او بیماران سیفیلیس را با بیماری مالاریا گرفتار میکرد تا تمپراتور بدنشان را بالا برد و سیفیلیس از بین رود. آن زمان مالاریا درمان نداشت و این ریسک وگنر برای بیماران خطری نداشت. این تکنیک از سال 1917 تا 1940 استفاده میشد و حتی سال 1927 وگنر جایزه نوبل پزشکی را از خود کرد. کفش یخی یگان بار شده است که پاپوشیتان را بشویید ولی بوی بدی آن کم نشود. یک راه جالب برای گم شدن بوی بدی کفش هست و آن راه این است که آن را در مرازیلنیک بگذارید. بله درست شنیدید. خنکی زیاد باکتری هایی را که بوی حاصل میکنند را میکشد. فراموش نکنید که پیش از این کار کفش ها را در یک پاکت انداخته محکم کنید و بعد به خلدیلنیک بگذارید وگرنه همه یخماس هایتان بوی پای میگیرند. کشادن گره با آرد یا پودره. وقتی بندی کفش یا گردنبند گره میزند حسی بدی در آدم پیدا می شود چون که کشادن آن گره کاری آسانی نیست. حاضر یک راه به شما نشان می دهم که زود مشکل را آسان می کند. در خانه همه ما آرد یا پرشاک لباسشویی هست. اگر زنجیر گردنتان را با این پرشاک آمیخته کنید گرهش زودتر کشاده می شود. شاید این در نظر شما احمقانه تابد، دیگ در حقیقت یاری می رساند. دلفین. دو دلفینی که در اکواریوم فوچون در چین زندگی میکردند چند سلفان را میخورند و مسئولان آنجا نمیدانند که باید چیکار کنند. طبیب حیوانات هم نتوانسته است که این سلفان ها را از معده دلفین ها برآورد. پس مسئولان تصمیم عجیبی گرفتند. آنها از قد بلندترین مرد جهان یعنی باوچان که قدش 2 متر و 36 سانتی متر است درخواست کردند که به آنها یاری رساند. این مرد هم قبول کرد که دستی 107 سانتی مترش را در دهان دلفین انداخته سلفان ها را کشیده برآورد. این راهی حل عجیب بود اما نتیجه مثبت داد. مسواک فضایی. وقتی یک از بخش‌های الکتریکی ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال 2012 دچار مشکل شد، دو فضانوردی که در آن موقعیت همانجا بودند یعنی سانیتا ویلیامز و کویچی واکاتا به فضا رفتند. آنها می‌خواستند مشکلی را برطرف کرده قسم ویران شده را جایگزین کنند. وقتی آنها به ایستگاه فضایی رسیدند نتوانستند قسم نو را به جایش گذارند چون که جای بولت و گایکا پر از میده‌های آهن شده محکم شده بود. آنها مدت 4 ساعت کوشش کردند اما به نتیجه نرسیدند. وقتی دیدند که کاری از دستشان برنمی آید فکر دیگری بر سرشان زد. آنها به سر یک مسواک آهن چسباندند تا جای بولت و گایکا را تازه کرده میده‌های آهن را برآوردند. بعد یک جلسه 4 ساعته دیگر آنها موفق شدند آن قسم را چسبانند و با یک مسواک $3 ایستگاه فضایی که ارزشش 100 میلیارد دلار است را نجات دادند. الرژی بهتر است یا کرم؟ فرد با نام جاسپر لارنس در طول زندگیش دائما با الرژی سر و کار داشت و از این خیلی عذاب میکشید. وقتی فرضیه دکتر دیوید پیسچر را درباره الرژی و گیگن فهمید قرار ایستادن نتوانست و تصمیم گرفت این آزمایش را در خودش گذراند. فرضیه این دکتر درباره میکروارگانیسم‌ها و تاثیر آنها با بدن انسان بود و او چنین قید کرده بود که موجودیت بعضی کرم‌ها و میکروارگانیسم‌ها سبب می‌شود که ایمونیته بدن بالا رود و نشانه‌های الرژی کمتر شود. به همین خاطر جاسپر به یک طبابتگاه رفته با مدت 8 هفته بین 50 کرم چنگکدار طبابت گرفت. او بعد این کار پیخست کرد که نشانه‌های الرژی در بدنش خیلی پست شده است. این کرم در بدن آدم سبب التهاب و ورم می‌شود که با این راه ایمونیته به کار در آمدن نشانه‌های الرژی کمتر می‌شود. این راه حل اول عجیب و احمقانه می‌نمود اما بالاخره درد او را دوا بخشید. راننده اتوبوس. وقتی یکی از شرکت‌های اتوبوسرانی شهر هونان در چین شکایت زیاد از مسافران دریافت کرد، رئیس شرکت تصمیم گرفت که یک کاری عجیب کند. مسافران از یک باره ترمز کردن و با سرعت بلند گشتن در گردش‌ها شکایت کرده بودند و به همین خاطر این شرکت یک کاسه کلان آب را در نزد کرسی راننده نصب کرد که اگر با سرعت بلند حرکت کرد آن آب بالای راننده بریزد و باز در آخر هر روز آب درون کاسه توسط ماموران سنجیده میشد که فهمند کدام راننده نافرمانی میکند. برای آنکه راننده ها خودسرانه کاسه را پر یا خالی نکنند در درون اتوبوس کامرا گذاشتند و با این راه دیگر نه راننده ها نافرمانی میکردند و نه مسافران شکایت داشتند.